بسم الله الرحمن الرحیم. امروز میخوایم داستان شخصیتی رو بخونیم که در تاریخ، به ویژه در تاریخ اسلام، دارای نقش‌های ارزنده و برجسته‌ایه. یکی از عشره مبشره، 10 نفریه که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم به ایشون بشارت بهشت داده. بله، ایشون شخصیتی که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم در جنگ احد پدر مادر خودش رو میگه فدای تو باد. در لحظه‌ای که حلقه محاصره بر پیامبر تنگ میشه، تعداد انگشت شماری کنار پیامبر هستن. یکی از کسانی که با تمام قدرت و شهامت از رسول الله صلی الله علیه و سلم دفاع میکنه ایشون هست، سعد ابن ابی وقاص، که پیامبر میگه ای سعد، تیراتو پرت کن به طرف دشمنان، پدر و مادرم فدای تو باشه. خوب به این آیه قرآن گوش کنید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ووصینا الانسان بوالدیه حملته امه وهنا علی وهن. خدا میگه ما به انسان سفارش کردیم در مورد پدر و مادرش، که مادر این انسان، که مادر هر کدوم از ما باشه، میگه که در شرایط کاملا سنگین و سخت و دشواری مرحله به مرحله فرزند رو چکار میکنه؟ حمل میکنه. و فصاله عامین، و 2 سال هم شیر میده فرزندش رو. پس بر این اساس انشکر لی، خدا میگه سپاس منو به جا بیارید، منو شکر کنید، و لوالدیک، و به پدر مادرت رو شکرشون رو به جای بیار، سپاس کن، سپاسشون رو به جای بیار. الی المصیر، که بازگشت همتون به طرف ماست. دنباله آیه خدا چی میگه؟ و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اما اگر همین پدر مادر اومدن در برابر حقیقت قرار گرفتن، در برابر توحید قرار گرفتن، در برابر صداقت و راستی قرار گرفتن و خواستن تو برای ما شریک قرار بدی، از اینها اطاعت نکن. اما علی‌رغمی که اطاعت نمی کنی، که اونا دارن تو رو به نافرمانی میکشونن، تو رو به گناه میخوان بکشونن، اما فراموش نکن و صاحب هما فی الدنیا معروفا. در طبیعت زندگی دنیا با اینها به نیکی برخورد کن، هواشونو داشته باش، احترامشون رو بذار و کنارشون باش. و تبع سبیل من اناب الی، و پیروی کن از راه کسانی که به من امید دارن. ثم الی مرجعکم، باز خدا میگه بازگشت همتون به طرف منه. یعنی نگاه کنید اعمالتون و رفتارتون، فانبئکم بما کنتم تعملون، که اون روز ما به شما خبر خواهیم داد اون کاری که شما انجام میدید. بله، این آیات قرآن خودش برای خودش داستانی داره. داستان امروز ماست، در واقع داستانی شگفت‌انگیز در یک شرایط کاملا متناقضی که یک انسان ممکنه قرار بگیره. بله، این داستان برمیگرده به داستان جوان ما سعد بن ابی وقاص که مسلمان میشه، قهرمان قصه ما، جوانی که از نظر اصالت و اصل و نسب و از هر جهت و شرافت قومی و ثروت و دارایی در قوم و قبیله خودش دارای احترام خیلی خاصی هست. در همون ابتدای جوانی، 16-17 سالگی که ابتدای جوانی هست، سعد بن ابی وقاص اسلام رو میپذیره. خوب دقت بکنید، ایشون رابطه بسیار تنگاتنگی با خانوادهش داشته، با پدر و مادرش، و مادرش و پدرش هم بهش خیلی احترام و توجه داشتن، و مادر بیش از حد نسبت به ایشون محبت داشت و ایشون هم نسبت به مادرش محبت داشت. درست حدود سن 17 سال در نظر بگیرید. حالا این سعد بن ابی وقاص، جدا از این که خب شرایط خانوادگیشون در شرایط خیلی خوبی بود در مکه، جدا از این که این شرایط محبت آمیز بین ایشون و مادر و پدرش و خانواده خیلی شدید بود، جوانی هم نبود که بگیم اهل لهو و لعب و اینها باشه، دارای عقل و دانش و خراعت و خرد و رجاحت عقل و خیلی موارد خاصی بود که بسیاری از جوانان ممکنه از اون نامحروم بودن در اون زمان، که این داشت همه این مسائل رو سعد بن ابی وقاص. و به عبارتی میگفتن این گویا که حکمت انسانهای پیر درش وجود داره، اینقدر اهل حکمت و رفتار سنجیده بود.
جوانای همسن و سال سعد بن ابی وقاص خب خودشونو با هر چیزی سرگرم میکردن، طبیعت محیط جوانی و شرایط اجتماعیه و گاه خودشون رو هم ممکنه به هلاکت نابودی به خاطر رفتارهای معصیت‌بار، حتی فرق نمیکنه در زمان جاهلی هم بالاخره نوعی مسائل اخلاقی بود، اما اون فرق میکرد، خودش رو سعی میکرد با تیراندازی، با تمرینات نظامی، چیزها مثلا مسائلی که یک جوانمرد نیاز داره سرگرم بکنه. خداوند این چنین خواست که سعد بن ابی وقاص در همین سن ابتدای جوانی اسلام رو بپذیره. خوب دقت بکنید و این شخصیتی بشه که زیر حمایت پروردگار، به عبارتی ایمانی که خداوند نصیب بشر کرده، تحت نظارت رسول خدا صلی الله علیه و سلم رشد بکنه و یکی از صالحان جامعه بشری بشه. به همین اساس که ما می‌بینیم در همون ابتدا سعد بن ابی وقاص جز چند نفر اولیه که اسلام رو میپذیره، حالا 3 نفر یا 4 نفر یا برخی ممکن روایت دیگری هم آوردن. بذاریم ببینیم که خود سعد بن ابی وقاص واقعا چی میگه. یعنی زیاد بود که ایشون میگفت من 7 روز وایستادم یا بالاخره چند روز که من یک مثلا از جز 3 نفری بودم که اسلام رو آوردم. و این خیلی مهمه و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله هم که وقتی سعد بن ابی وقاص این اسلام رو پذیرفت خیلی خوشحال شد، چون میدونست هم سعد دارای خرده، هم دارای عقل، هم دارای حکمت، هم دارای نجابت قومی هست، هم بالاخره شرایط اجتماعی خانواده‌اش خیلی مهم هست و برای رسول خدا صلی الله علیه و آله اسلام آوردن جوانی مثل سعد بن ابی وقاص یک شادمانی ویژه‌ای رو ایجاد کرده بود که اصلا میشه گفت چون ایشون جدا بوده واقعا نسبت به خیلی از جوانانی که در اون سرزمین بودن. از همه مهمتر سعد بن ابی وقاص از طایفه‌ای بود که جزو دایی‌های پیامبر خدا صلی الله علیه و آله محسوب می‌شدن، فامیل‌های مادریش بودن و بر همین اساس بود که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یک توجه خاصی هم باز نسبت به سعد در این زمینه داشت و افتخار می‌کرد. روایت شده که یه روز از سعد بن ابی وقاص داشت میومد، پیامبر خدا صلی الله علیه و آله با یارانش نشسته بود و این داشت طرف پیامبر میومد، بعد رو کرد به تعدادی از یارانش نشسته بودن، گفت نگاه کنید این دایی منه، به اصطلاح عربی هادا خالی، این دایی منه، یعنی جزء فامیلای مادری منه در واقع. و این جزء یک لقبی بود که واقعا جزء افتخارات سعد بن ابی وقاص بود. حالا خواهیم گفت که عمر یه بار از همین لقب استفاده میکنه، میگه مواظب باش فریب نخوری که حالا پیامبر اینجوری گفته جز اینجوری بودی، ولی بدون که انسان در شرایط خودشه. پیامبر گفت این دایی منه، حالا راست میگید هر کدوم شما دایی‌های خودش رو برای من نشون بده. این شرایطی بود که پیامبر نسبت به سعد توجه داشت. اما اسلام سعد بن ابی وقاص همونجوری که این آیه قرآن رو در ابتدا خوندیم، اسلامی نبود که ساده و آسان و راحت باشه. اگر به آیه دقت کرده باشید میبینید سفارشی که خدا نسبت پدر مادر میکنه، از اون ور میگه که پدر مادر تو رو به نافرمانی دستور دادن، به شرک و خرافات و جنایت و هر چی بود تو اطاعت نکن، ولی در عینی که اطاعت نمی‌کنی باید باشون نیکی کنی. بر همین اساس ما می‌بینیم که سخت‌ترین تجربیات اسلام رو سعد بن ابی وقاص پشت سر میذاره که اصلا نمیتونیم ما تصور بکنیم، حتی در ذهن و خیال ما هم بگنجه. بذاریم قصه خود سعد تعریف کنه. سعد بن ابی وقاص میگه که من خواب بودم، تو خواب دیدم قبل از اینکه بخوام مسلمان بشم، 3 روز قبل از اینکه مسلمان بشم تقریبا، تو خواب دیدم که من دارم غرق میشم در یک تاریکی، فرو رفتم که لایه لایه تاریکی وجود داره. دیگه داشتم تو این تاریکی از بین میرفتم که در امواج دریا هم به صورت امواج بلندی بر این تاریکی می اومد که مثلا نمیدونستم چه کار بکنم. یک دفعه دیدم که یک ماهی یا ماه نور خودش رو نور افشانی کرد و من به سمت همین نور ماه رفتم و دنبال این رفتم. دیدم چند نفر دیگه هم قبل از من به طرف این نور ماه اومدن و نجات پیدا کردن. دیدم زید بن حارثه است، علی بن ابی طالب، ابوبکر صدیقه، این 3 نفر هم قبل از من به سمت این نور ماه اومدم. بعد گفتم شما کی اومدید اینجا؟ گفتم ما هم 1 ساعتی بیشتر نیست که ما اومدیم اینجاست، تقریبا مثلا خوابشه دیگه. میگه وقتی که هوا روشن شد به من خبر رسید دیگه به که رسول خدا صلی الله علیه و سلم مردم رو داره پنهانی دعوت به اسلام میده. من فهمیدم که الله رب العالمین برای من خیری رو در نظر گرفته. بدونید خب الله رو میشناختن مشرکین، اینو فراموش نکنید، اما برای الله شریکانی قرار میذارن، مثل که امروز متاسفانه ما برای غیر، نه که میگم ما، یعنی بسیاری از کسانی که ادعای اسلام دارن برای الله شرکایی قرار دادن و قبر و زیارتگاه و بارگاه و بگذریم از این حرفا. بگه فهمیدم الله برای من خیر رو میخواد
و این بود که من گفتم میخواد از تاریکی ها من نجات بده، از این سرگردانی که بشر هست نجات نجات بده. میگه من هم رفتم و اینها، تا اینکه در یک بالاخره از این بالاخره درهایی که اطراف مکه بود، خب کوه هست، کسی که مکه رفته باشه میبینید دور و بر کعبه کوه زیاده. در یکی از اینها دیدم که بله پیامبر خدا صلی الله علیه و آله داره نماز میخونه، نماز عصر بود و چند نفر هم دارن اونجا نماز میخونن، همون چند نفری که من در خواب دیدم، زید ابن حارثه و ابوبکر صدیق و علی ابن ابی طالب. بعد میگه که به مجرد اینکه سعد میگه مادرم خبر شد و من مسلمان شدم، چون دیگه رفت و یا سعد بن ابی وقاص مسلمان شد. برخی هم سعد بن ابی وقاص جزو همون کسانی میدونن که ابوبکر صدیق سبب اسلامشون شده بود. حالا روایتش اگه وقت شد امروز که نمیشه، در قسمت دوم برنامه گفتم براتون. به مجرد اینکه مادر متوجه شد سعد بن ابی وقاص مسلمان شده و خبر اسلامش پیچید در همه جا، مادر که میدونست بچه خیلی این رو دوست داره، بیش از حد سعد نسبت به مادرش محبت داره، مادر هم زیاد نسبت به سعد محبت داشت. گفت نگاه کن سعد، یا باید دست از اسلام برداری، یا اگه تو دست از اسلام بر نداری من اعتصاب غذا میکنم، نه میخورم غذا نه مینوشم نوشیدنی چیزی تا بمیرم، خودت هر جور میخوای انتخاب بکن. قلب سعد به شدت تحت فشار قرار گرفته بود و مادر هم مصمم بر این که بتونه سعد رو از ایمان خودش و از اسلام خودش برگردونه. گفت این تو اومدی بین پدر مادر الان جدایی انداختن، اینا این چه دینیه، چه آیینه، دین آبا اجداد ما رو به هم زد. و هی سعد گفت مادر جان این کارو نکن، من این دین رو رها نخواهم کرد و فلان، ولی مادر گوش نکرد. چند روز مادر همینجوری در اعتصاب غذا بود، شدیداً اعتصاب غذا داشت و شرایطی قرار گرفت مادر که دیگه جسمش ضعیف شده بود و ناتوان شده بود و اصلا میفهمیدی که در شرایطی بسیار بدی قرار گرفته. میگه سعد من میرفتم مادرم غذا میبردم، خواهش میکردم یه کمی غذا بخور، یه کمی نوشیدنی بخور، اما مادرم حاضر نبود بشه قبول بکنه و گفتم میمیری اگه نخوری ننوشی میمیری، ولی مادر من نمیتونم دینمو ترک کنم. میگه مادرم میگفت من نه، مگه منو دوست نداری؟ گفتم مادر من تو رو خیلی خیلی دوست دارم، هیچ کس در دنیا به اندازه تو دوست ندارم، اما محبت و دوستی من نسبت به الله خیلی بیشتره، اینو فراموش نکن. اگه تو 1000 تا جون داشته باشی مادر، اعتصاب بکنی و بمیری، باز دوباره جون پیدا کنی اعتصاب کنی بمیری، من حاضر نیستم دینه که خداوند برای ما فرستاده توسط محمد صلی الله علیه و سلم من این دین رو ترک بکنم. مادر که دیگه شرایطش دیگه کاملا ناتوان شد و عزم و اراده سعد بن ابی وقاص رو دید، دیگه تصمیم گرفت چیکار کنه؟ اعتصاب غذای خودش رو بشکنه. علیرغم اینکه مادر نمیخواست ولی چاره دیگه نداشت. دید دیگه سعد کوتاه نمیاد. اینجا بود که آیات قرآن نازل شد که اگر پدر مادرتون تلاش کردن که شما برای خدا شریک قرار بدید، نگاه کنید خیلی مهمه، شریک قرار دید. اصلا این آیه میفهمیم که اینا برای الله شرکای قرار داده بودن، شما از اونها اطاعت نکنید اما سعی کنید با اونها رفتار خوبی داشته باشید و نیکی داشته باشید. خب تا همینجا قصه رو داشته باشید، ادامه قصه تا اینکه در جلسه بعد بتونیم خدمتتون ارائه بدیم.